میخوام مرطوب بشم. اوه میخوای بپری تو آب؟ اوی. هی ببین میدونم اولین بارته که میخوای شنا کنی، پس به نظرم بهتره یه دفعه. خدای من مارکوس، میشه یه بارم که شده حرف منو تا آخرش گوش کنی؟ کمک. هی صبر کن الان میام. هی مارکوس، لازم نیست همه جا نجاتت بدم، فقط پاشو و رو دوتا پات واسا. آره دقیقا منظورم همین بود. هی کجا داری میری؟ چرا داری پرواز میکنی؟ مارکوس امروز قرار بود شنا کردن یاد بگیریم، نه پرواز کردن. وقت رفتنه. چرت و پرت نگو مارکوس. خب یه دقیقه بیا پایین با هم دیگه حرف بزنیم ببینم مشکلت چیه، چی شده؟ چی مغزیه؟ خب چرا؟ برای چی؟ حداقل به هم بگو چی کار کردم. هی ببین آروم باش، آروم، لازم نیست دست و پا بزنی، استخ کم عمق، فقط روی دوتا پات واستا مارکوس. رابرت خیلی جد پخلا هستی. هی ببین متوجهم که ازم ناراحتی، درکت میکنم، فقط میشه به هم بگی به خاطر کدوم کارم ناراحتی؟ ریشاتو زده میدونی شبیه چی؟ داشاق. بابا مارکوس بیخی پشمام، کلاه کجا آوردی؟ من با داشاق حرفی ندارم. هی میشه فقط به هم بگی چی شده؟ هیچی نشده. خدای من. خب مارکوس ببخشید، خواستم یه بارم خودتو نجات بدی. مارکوس میشه این کارو